سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو جدید. من آرادم. امروز اومدیم که با یه ویدیو پک اوپنینگ خفن، جوایز ریوالز و کمپین میکس و آیکون پیک و همه چی داریم. پس دیگه بزن بریم تا این ویدیو رو ببینید دیگه. اگر میخواید از من حمایت کنید، ویدیوهای بعدی منو ببینید، منو داشته باشید، سابسکرایب کنید، لایک کنید این ویدیو رو، زنگوله هم بزنید که ویدیوهای بعدی وقتی میاد شما اولین کسی باشید که ویدیوهای منو میبینید. پس بزن بریم ویدیو رو ببینیم چی میشه. خب اول ما ببینید یه 83 1 از 4 پیک داریم. چی گفتم؟ مثبت 83 1 از 4 پیک داریم، مثبت 85 1 از 3، مثبت 85 1 از 4. خدای پیک های خوبی داریم که یکیش ترید فکر کنم 1 از 3 85 است، نمیدونم ترید فکر کنم ترید باشه. بریم اولیو بزنیم. 83 پیک 1 از 4 ریویلال میکنم. ریویلال 85 83 83 83 85. متئو رو برمیداریم. حالا یکم برمیریم با پک، 2 تا بالا یه دونه پایین میزنم. 85 1 از 3 و اول سمت راستی که 86 داد. بعد سمت چپی تیم آف ویک، اینم ریویلال مثلا الکی 88 مسی. کدوم به صرف تره؟ زد تیم آف ویک برمیداریم، بالاخره تیم آف ویک هرچی باشه خوبه. 1 از 4 مثبت 85، 2 تا بالا یه دونه پایین میزنیم. ریویلال مثلا متد ریویلال الان زدم. اوبامیانگ، اوسیمن، دوباره یه تیم آف ویک دیگه. هگربرگ رو من برمیدارم چون دفعه قبلی یه تیم آف ویک برداشتیم دیگه. هگربرگ رو برداشتیم. هگربرگ گیر کرده ماشاءالله. A few moments later. بعد چند دقیقه اوورد از همینجا وارد استور شیم. بریم که حالا قشنگ میشه. پک های قشنگ خوب داریم. 81 ضرب در 30 داریم، 81 ضرب در 15 داریم، مگا پک داریم. این سیزن 4 و 5 داریم. تیم آف ویک 84 داریم. ریل گولد داریم. اسمال که مهم نیست. 83 ضرب در 14 83 ضرب در 14 83 ضرب در 14 83 ضرب در 2 82 ضرب در 2 83 ضرب در 2 83 ضرب در 2. همه پکامو خوندم. اینا رو داریم. فعلا اینو اسکیپ کنیم که راستی پریویو رو نزده بودیم، نشد اسکیپش کنیم. حواسم نبود، طولام هم داد. فعلا این پکیج داغونا رو زدم، پکر رو زدم، چی نداد. حالا بریم پریویو رو بزنیم. اول یادم رفت پریویو خیلی مهمه ها. با اینکه هیچ وقت خودش خوب نمیده ولی باعث میشه بقیه پکو بدن. حالا 82 ضرب در 2 اسکیپ، 86 واکاوت. به به، این خوبه. 86 واکاوت داد. 83 ضرب در 2 میزنیم. 84 83 میده. دوباره آپدیتینگ استور. این دفعه 83 ضرب در 2 دوباره یه اسکیپیه دیگه. هرادسکی و کی بود؟ الکس، نمیدونم کی بود، همون 84 بود. ولی بریم 83 ضرب در 3 میزنیم. اسکیپ نمیکنم که واکاوت هم نمیده دیگه. برچی نمیکنم. ممرداشویلی بود 85 و مارتا و گاکپو. حتما از 83 ضرب در 3 نات. حالا بریم برای پک بعدی. ریل گولد پک. واکاوت نمیده اصلا، کلن رو دور واکاوت نده است. آقا مارکو رویس دبلیو، اصلا مارکو رویس دبلیو، مارکو رویس هم میشه دبلیو. بریم برای پک بعدی. اگه آپدیتینگ استور بذاریم این دفعه مگا پک بزنیم.
مگاپک هم واکاوت نداد. خیلی عالیه، خیلی. ولی 85 داد. حالا نسبتاً اینجی رو که چیزه میکنیم، ولی هشکا به اون داد مگاپک. بازم دبلیو. همین که هشکا داد یکم جای امیدی داره، ولی بازم. خب تیم آف دی ویک هم اسکیپ کنیم ها. تیم آف دی ویک اسکیپ کردم، یه وینی بپره بغلم. بله، وینی جدید در آینده در زنان وینی میشه. وینی خوبی از توش در. خب بریم 81 ضرب در 15. بالاخره یکم پک خوب اومد. دماغ میزنیم. تریدم از واکاوت. نداد. وای مگه میشه؟ شد دیگه. البته الان معلوم شد. بابا بی خیال. خب 81 ضرب در 15 هم نخواد واکاوت بده، چی میخواد واکاوت بده؟ خیلی بود. بریم برای 83 ضرب در 14 یه دونه بزنیم. وسطی از قدیم گفتم بزنید که واکاوت بده بالاخره بعد از 300 سال. دکلن برنج میده. دکلن برنج دبله میاد. 88 خوب ریت داد. آیکون قشنگ این جیبه، ولی بقیهش هیچی نداد. دوتا واکاوت 87 88 هم بازم خوب. الان بریم پریمیوم سیزن 3 و 4 رو بزنیم. میزنیم. میتونه همه چی بده. نامرو فوت داداش بدتر از این ایونت نداشت. کیه این؟ آروپی برزیل مکدونالد موناکو. عجب بازیکن یا خیلی خفنه. استاتسش رو ببینیم چی داره. رول فولبک پلاس انتیزی. کارت درد بخوری نیست. بریم برای پک بعدی. مونده 81 ضرب در 30 دوتا 83 ضرب در 14. خب اول 83 ضرب در 14 رو میزنیم که ایونته. صبر کن ایونته. سی بی آلمان رودیگر پشتشه ایونته. با اینکه ایونت چمپیونز لیگ نیست ولی خوبه. پدرو عجب کارتی. پدرو دبلیو با تیکی تاکا و فینس. یه ایونت دیگه هم داد. این دفعه این از لیگ کنفرانسه. همه پلی سایلای دفاعی داره. برای دفاع کویک استپ داره. دیفندر همه چیزا هم دبل پلاسه. پدرو چند؟ پدرو کارتش خوبه خداییش. سیکه آخه برای پدرویی که ویک 5 داره. LW RW میتونه بازی کنه. دریبل 91، پاس 91، شوت 91، پیس 91، همه چی 91. تیکی تاکا، اینسایسیو، کویک استپ، اوت بیرون پا. خوبه بابا به خدا. کارت خوبیه. اگر ننداخته بودمش SBC چون SBC آیکونی نمی‌کنم. آخر هفته شاید تستش کنم. آخر هفته که نه، ویدیو بعدی که پک اوپن گیم پلی خواستیم بذاریم. خب الان یه 81 ضرب در 30 داریم، 83 ضرب در 14. 81 ضرب در 30 رو میزنیم. زدم 81 ضرب در 30 و ایونت نداد. واکاوت هم نداد بابا. بی خیال. من به اینا امید داشتم. عالی شد. خیلی عالی شد. 83 ضرب در 14. اینم با دماغ میزنیم ببینیم ایونت میده یا نه. تیم آف دی ویک واکاوت RW این که میاد اصلا از دور معلوم.
میاد دابلیکیت پشتش هم تو آفتابی بینی نیست هافبک چلسی پشتش ایونت نیست اونم نیست ولی عجب پک بود یه میاد داد یه کارچویی داد نمیدونم یه تیم آف ویک داد خوب داد خداییش خوب داد راضی بودم خب این پکام تمام شد 3 تا 83/14 نیست نه 3 تا 85/3 فکر کنم اونا رو ببندم دوباره برمیگردم دوستان من دستم خورد میخواستم یه پک دیگر رو اسکیپ کنم دستم خورد 85/3 اول اسکیپ کردم و ایونت داد چه ایونت حالا خوبه دیگه بالاخره آلیسون 93 داد خداییش دبلیو چند که 171 بیت خورده 180 که لانگ بال داره برای این فوتورک داره پلاس چون این لودی ریونا رو فوتورک خیلی خوب میگیرن بعد همه پلی سال دروازه‌بانی داره خیلی خوب بود 88 خداییش که دبلیو راضیم شاید گذاشتمش به جای کورتوا خوبه راضی بودم حالا من اومدم این دستم خورد بگم بریم دو تا دیگه 13/14 مونده اونا رو ببندم میام دیگه خب دوستان ما برگشتیم با 2 تا 85/3 یکیشو که دیدید دارم خواستم یه پک دیگر اسکیپ کنم دستم خورد اون هم 85/3 اسکیپ شد و آلیسون داد خوب داد حالا 2 تا داریم دیگه ایشالله از تو اینم یه ایونت خوب بده اولیو بزنیم با دماغ بسم الله نداد هیچ ولی خوبه چیزو داد از چوش میگم باشه چیه دیگه ایونت مکاب ایونت و پشتش دیبروینه وزن 85/3 فوق‌العاده است عجب خیلی خوب داد 40 که ولی 40 که کمتر 20 که ولی دبلیو لودی ریون فینس برای البی دبلیو هم میتونه بازی کنه تیکی تاکا عجب پلی استایلایی و چه خوب بود این وزن 85/3 یکی دیگه داریم بزنیم ایشالله از این یه صلاح میکشیم بیرون ببین ایونت نداد خیلی حیف شد دوباره همونو داد فوتری خوبه ولی بابا خدایی سهم ما رو با ایونت همونو با این نسوزون دوپلیکیت 92 الان بولیت هم آخر نمیخوام ببندم نمیدونم میخوام چی کار بریم یه چوش میگن آیکون و کمپین میکس ببندیم برمیگردیم این دوتا رو بزنیم ببینیم ایشالله که یه سه خفن و مشتی بده اول کمپین میکس رو تمام میزنیم 1 تا 4 اون دفعه اینو زدیم این دفعه آخری از سمت راست رو بزنیم بزرگه هوران توتی آنوربل خوبه بازم 92 هم از خوبه حالا اولی از سمت چپ یانکوتو ال راست دوباره این آنتون شبیه هم بودن اینم میزنیم ببینیم ایشالله سمکر دبلیو سمکر خوبه من سمکر برمیدارم سمکر داد قیمت 80 که خوبه بابا خوب داد فینس پلاس رپید کویک استابریال ادوانس فوروارد دبل پلاس نات بد داد خوب داد کمپین میک توقع نداشتم همینی که خانوم سمکر داره قلبو نشون میده سریع آیکونو میزنیم این دفعه سمت راستی رو زدیم این دفعه سمت چپی رو میزنیم وین رونی ببین اصلا
لباس منچستری تا ابد دبلیو، منچستری همینطور، وین رونی نات بد، حالا دبلیو البته دبلیو. سمت راست اولی اسمیت داره به ببین رونی داره داد میزنه، اسمیت داره بهش میگه هیس. خیلی زشت شد واقعا. و آخری هم میزنیم که جرزینیو میده، جرزینیو زدیم. بله جرزینیو میده. اینم شد حاصل کمپ میکس آیکون پلیر پیکمون که خداییش خوب داد، خیلی خوب داد. جرزینیو 500 که قیمت داره هنوز، کلن هم 2 صفحه تو مارکت هست. جرزینیو تاندر تا ابد دبلیو. با اینکه منچستری داده بود ولی جرزینیو خیلی خوبه. تیریکستر به به جرزینیو هم داد. خب دوستان من رفتم ویکندمو بازی کردم دیگه، ابجکتیو هم یه سریاشون انجام شد دیگه، ویکند انجام شد و الان به خاطر اینه که میبینید من اون موقع اول ویدیو آفتاب زده بود و روز بود، الان شب شده. ویکندم بازی کردم، الان دیگه حدودا ساعت 7-8 و دیگه میخوام پیکا بزنم و دیگه ادامه پک اوپنینگ. گفتم چون اول پک اوپنینگ چنله یه پک اوپنینگ همچین پربار و خفنی داشته باشیم. 82 مثبت 84 1 از 2 1 از 3 و 1 از 4 داریم با 1 از 4 مثبت 85. شروع میکنیم به ترتیب. مثبت 84 1 از 2 سمت راستی 84 مارتا، 85 آلابا هم دادیم. یکی آلابا رو برداشتیم. حالا 84 1 از 3 ریویل آل میکنیم. مانه هاکان چالان ایونت رینارد 93 فکر میکنم گرون باشه. پیس 85 دف 93 با این پلی استایل پلاس ها و این پلی استایل معمولی فکر میکنم گرون باشه. 60 کی باورم نمیشه انقدر ارزون بود. بعدیو بزنیم. بازم ریویرال میکنیم. 84 کازم، 84 گریلیش، 86 رو باید برداریم. رورد باورم نمیشه انقدر ارزون بود رنارد هنوز. شوکم. کم بالا پایین کردیم، 2 تا بالا یه دونه پایین با دماغ میزنیم. اینم به نظرم ریویلال کنیم. دفعه ریویلال هم با دماغ میزنیم. 88 85 ایونت نداد متاسفانه. ما هم مسی رو برمیداریم. حاصل پلیر پیکا شد 88 86 85 و یه رنارد 93. خب بعد از چند دقیقه آپدیتینگ استور گیر کردن اومدیم با این پک ها. ببینید مثلا اول ویدیو اون رو پک زدیم، اینا هم یه پک ها خیلی خفن خودش. بزنیم ببینیم چی میدن دیگه. اول تیم آف دی ویک ترید اسکیپ میدیمش تو کلاب. ببینیم بقیه پک ها چی میدن. چند تا گارانتی داریم اول اینو ببینم. 3 تا گارانتی داریم. به خیلی خوبه خداییش. 81 ضرب در سم اسکیپ کنیم. 3 آره فکر کردم 83 ضرب در 3 بود. گفتم چرا 81 داد، نگو 81 ضرب در 3 بود. خب بزنیم دیگه. 84 ضرب در 4 داشتم دنبال پک می‌زدم، میگم کدومو بزنیم اول. خب بریم 84 ضرب در 4 کم ور میریم. 84 ضرب در 4 رو دماغ میزنیم. پک خوبیه، ایونت نیست متاسفانه. واک اوت هم نداد. 84 ضرب در 4 خوبی گفتم پک خوبیه. عجیب شد، خیلی هم عجیب شد. خب
الان دیگه 84 ضرب در 5 بوده، 81 ضرب در 20. 81 ضرب در 20 رو بزنیم. دماغ زدن. 81 ضرب در 20 ایونت نیست. نه نبود. تیم آف دی ویک واکاوت. دروازه‌بان کورتوا دبلیو ریت خوبیه خداییش. پشتش هم تیم آف دی ویک کیه؟ تیم آف دی ویک آردا گولر. چه کارتی، ولی حیف که پیس نداره، ولی اِوولوشن خورش ملسه. پکی بود خداییش، خیلی خوب ریت داد. 87 دو تا تیم آف دی ویک که آردا گولر چقدره با اینکه 14 کاره 13 کار. دیریبل 91 هم داره. فینس پلاس، تریکستر پلاس، اینسایسیو. خیلی کارت خوبیه. اسکیل موز 5 خیلی کارت باحالیه. یعنی یکم بیاد اِوولوشن بیاد پیسشو ببره بالا، واقعا کارت خوبی میشه. واقعا بیسیک خوبی داشته. خب اصلا 3 تا داریم یه جوریه از این چیزا. گارانتی ها میخوام وسطی رو بزنم. زدم که گارانتی ایونت چیز داد. از این چی بهش میگن، خوب نداد دیگه، اسمش حالا یادم رفت. لیگ اروپا هم ویکتوریا کیه، ولی آره دیگه خوب نبود. با اینکه لودی ریون و فینس داره، ولی خب 17 کا 10 کا فکر کنم 17 کا ایناست. خوب نیست. بریم برای ادامه پکا. الان 2 تا گارانتی داریم. بیاره 2 تا گارانتی داریم. 83 ضرب در 10، 84 ضرب در 5. 83 ضرب در 10 رو میزنم بدون هیچ عددواری. تیم آف دی ویک بده. زومره، اصلا از دور معلوم بود پشتش تیم آف دی ویک. فقط به خاطر وینی پکو نزدم. بره میتونه وینی بده فکر کنم تیم آف دی ویکا که گورتسکا داد. اینم کارت بیسیک خوبیه، ولی خب دیگه حالا یا اینجای بازی ترید بود. راستی ترید بود. این دوتا رو حالا میتونیم بدیم. البته تیم آف دی ویک رو شاید لازم باشه. گولیچگنگ این گورتسکاه. خداییش چه کارتایی واقعا. یکی آردا گولر و یکی گورتسکا. عجیب شد. خب یه دونه گارانتی دیگه بزنیم که بشه یه گارانتی 84 ضرب در 5. زدم گارانتی. باز همونو داد فکر کنم. بله خیلی خوش شانسیم، واقعا خوش شانسیم. یعنی 3 تا گارانتی داشته باشی، 2 تاش یه بازیکن بده. عالی. $84 ضرب در 5 رو زدم که اینم واکاوت داد، ولی ایونت نداد. سی ام دبل واکاوت نیست فکر نکنم. نبود. دبل واکاوت هم نبود حتی. 88 85 3 تا 84 واقعا بد داد. توقع خیلی بهتری از این پکا داشتم واقعا. آخرین گارانتی هم بزنیم. آخرین گارانتی اینم باز هم از چیز داد. حداقل بازیکن تاتنهام بده. بنتانکور میده. خب اینم بازیکن تاتنهامه، ولی نه این. منظور من گری بود، نه این بنتانکور. بازم حالا همین که اون بازیکن استیه رو نداد خوبه. اینم میتونیم برای گیم پلی تستش کنیم. بازیکن خوبیه. تیکی تاکا پلاس، اینسایسیو داره، انتیسیپیت داره، پیس 90، شوتش پایینه یکم که نه شوتش پایینه. سی دی ام ولی میتونه بازی کنه. خوبه. خب ویدیو هم با بنتانکور به پایان میرسونیم. امیدوارم که از این پک اوپنینگ خوشتون اومده باشه. واقعا پک اوپنینگ پرباری بود دیگه گفتم اولین پک اوپنینگ خفنی باشه. امیدوارم به دلتون نشسته باشه. تا ویدیو بعدی فعلا.